برخی کشورهایی که من نام نمیبرم تلاش داشت که افغانستان از تحولات اقتصادی و تجاری و سیاسی بین المللی دور نگه داره و وابستگی روزافزون کشور ما را به خود در دستور کار خود قرار داده بود. اما با هوشمندی سیاسی ما تلاش کردیم که اقتصاد خود را به اقتصاد منطقه ادغام کنیم، مراودات تجاری و ترانزیتی و اقتصادی خود را افزایش بدیم، پیوستن افغانستان به پروژه سپک و همچنین فعالسازی پروژه های تاپی و کاسا 1000 دقیقاً در امی راستا و به منظور خنثی ساختن این هدفی بود که برخی کشورها برای افغانستان طراحی و مهندسی کرده بود تا اقتصاد ما را ضربه بزنه، آسیب بزنه و ما را در سطوح منطقه‌ای هم منزوی بسازه و تجرید کنه.